سلام بچه ها، بیاین یه دونه دکور کمیاب بهتون یاد بدم. میای سبز اینجا میذاری و آبیو میذاری، آبی پررنگ. بعد میری آبی کمرنگ همینو برمیداری و میذاری دوتا هم سبز بغلش. وقتی که گذاشتی میای 2 بلاک پایین آتیش خونگی میذاری و بیل خاموشش میکنی و این بلاک رو میذاری و میای سر زامبی رو میذاری براش. این 3 تا بلاک رو میکنی، این بلاک رو میذاری، این بلاک و این بلاک، اون 2 تا بلاک رو میکنی و دوباره همون بلاک رو بچینین و یه فرش زامبی قشنگ درست کردین و خدافظ.